کریم انگل داشت. کریم انگل داشت. در زمان حکومت منحوس پهلوی خائن، کریم کارگر کارخانه کبریت‌سازی کرج بود. این آقا کریم با داشتن 5 کلاس سواد در آن زمان استخدام بود. نه کارفرما جرأت داشت بیمه‌اش را رد نکند، نه از غذا و سرویس محروم بود. نه هر سال حقوقش همان کف وزارت کاری بود، نه بیکار بود. نه دنبال وام ازدواج بود تا زن بگیره، نه نیاز به ضامن داشت، ضامنش کار بود. نه شغلش بدون امنیت بود، نه از فرزندآوری میترسید. کریم تازه 5 تا بچه توپل مپل هم داشت. کریم تازه بعد از 1 سال میتونست 1 ژیان ماهاری بخره و زن و بچه هاشو ببره جاشود. کریم بچه هاش مدرسه میرفتند، مفتی و مفتکی. تازه بچه هاش توی مدرسه تغذیه رایگان هم کوف میکردن. کریم قصه دوا دکتر زنش و زایمانش رو هم نداشت، چون زایمان رایگان بود. ای برای مملکت سرباز و سرمایه انسانی تولید میکرد. کریم جمعه با خانواده کله پاچه و سنگک ارزون میگرفت و خانوادگی کوف میکردن. کریم طبق دستور شاه معدوم که گفته بود کارگران باید سهامدار شرکت ها شوند، تازه سهامدار کارخانه‌ای که کار میکرد هم شده بود و سودش رو هم بالا میکشید. کریم اگه سیگاری هم بود، سیگار وینستون 4 خط قرمز هم میکشید و کبریتش هم که مفتکی بود. کریم هر شب جمعه دست اهل و عیالش رو میگرفت و میبرد سینما و با 2000 بلیط 3 تا فیلم هم میدید. کریم خیلی خوش به حالش بود، به طوری که پسرعموی کیم ایل سون در حسرت زندگی کریم میسوخت. کریم اصلا نمیدونست بانکداری پهلوی چیست. خلاصه کریم کارگر کارخونه کبریت‌سازی کرج هیچی کم نداشت. کریم هم نماز میخوند، هم روزه میگرفت و تازه شب‌های چهارشنبه هم پای منبر ملای محلشون هم مینشست. کریم چی کم داشت؟ کریم چرا زد زیر شکم شاه معدوم؟ راوی میگه کریم هیچی کم نداشت، کریم انگل داشت. کریم انگل داشت و اون انگل باعث شد که فرزندان کریم به این روز و حال بیفتند. کریم اینک گور به گور شده و بچه‌هاش گورخواب، کارتون خواب، بیکار، مجرد، معتاد، سارق، فراری، مهاجر و پناهجو و خس و خاشاک شدن. خاک تو سرت کریم، خاک تو سر کریم ها.